45 قولون متر Maka kami beberapa. Kurban megireyim bacacığım. Selamun aleyküm. Ha?
خواهید شود که بچه خود بنشینه. برادران خواران، کدام در اصول نرسید ایاخی بسال بگیرن میشه.
Навруз omad. Навруз. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغی دل من از قفسی تنگ برآمد. به نام خدای جان آفرین، حکیمی سخن در زبان آفرین، خداوندی بخشنده دستگیر، کریمی خطا بخشی پوزش پذیر. حمد به حق و ثنای به عدد بر پروردگار عالم و درود و صلوات بر حضرت محمد و آل اصحابش. درود و شاد باشی نثارتان باد مهمانان عالی قدر و هموطنان گرامی. خوش آمده مهمانان عزیز، نور دیدن تاج سر. درود بر بهار فصل احیا که با آمدنش بار دیگر شکر به درگاه پروردگار میکنیم که ما را به نوروز عالم افروز سال نوی اجدادی صحت و سلامت رساند. درود بر زمین و آسمان، بر خورشید و ماه. نوروز شاهی جشن هاست، جشن است که روزگاری کهن زندگی را از نو میگیرد، عالم حیات نو مییابند. نوروز جشن جهانی است، آن نه فقط جشن انسان ها بلکه جشن زمین و آسمان ها، جشن شکفتن ها، جشن رابطه انسان با طبیعت است. حالا به صحنه بابای دهقان و ملکه بهار وارد میشوند، با کفکوبی آنها را پژواز بگیرید.
من بهاری زندگانی، بیارم بهر مردم شادمانی. طبیعت را من از نو زنده سازم، چمنها را ببخشم گلفشانی. یا مخلد قلب من در دست توست، یا محول حال من سرمست توست. كنت تدبیره که در لیل و نهار، حال قلب من شود همچون بهار. گوید به نوروز که نو نیست غمی ما، از حسرت خونین کفنان چشمی نمی ما، از وحشت آقی پدران پشتی خمی ما. گوید به نوروز که هر روز بیاید، هر روز بیاید در این خانه گشاید، داینه دل زنگ جراحت بزداید، بلبل علمی ملت بیچاره سراید. گوید به نوروز علم سوز بیاید، گوید به نوروز که مسرور بیاید، به دهشت و به حسرت و مغرور بیاید، بر چشم و دل همزدگان. گوید به نوروز موز بیاید، دلخواه و دلاگاه و دل افروز بیاید، بر گلشن سرمازده خوشسوز بیاید، بر کشور رهمانده شب و روز بیاید. گوید به نوروز شب و روز بیاید، گوید به نوروز که رزمیده بیاید، از سنگر مردان شرف دیده بیاید، از گور شهیدان گل همچیده بیاید. گوید به نوروز شب افروز بیاید، در گوش رسد ناله مرغان گرفتار، گوش کند مرقد یاران وفادار، جاوید کند عمر فریبر به شرربار. گوید به نوروز شب افروز بیاید، جامعه ما پایگه میر شکار است، در گوشن ما کشتن گل غنچه بهار است، هر پشت مزار است مزار دلزار است. گوید به نوروز که پیروز بیاید، عاشق نکند یاد گل افشان چمن‌مای، شاعر نرسد بر در الهام سخنوار، خون می‌دمد از خاک شهیدان وطن وای. ای وای وطن، وای چمن، وای سخن، وای وطن، وای وطن وای. پروردگارا در این وطن ما را آباد و پر از خیر و برکت بنما. آمین یا رب. ای بهاری سبز و تر خوش آمدی، خوش آمدی. ای جمالی بحر و بر خوش آمدی. از قدمهایت همه گل میاد، اوسی گل بسر خوش آمدی، خوش آمدی. برادر عید نوروزت مبارک، برابر شد شب و روزت مبارک. مبارک بادم امسال و همه سال، همایون بادم امروز و همه روز. حالا نوبت به صنعتکاران.
شده بیدار در دل نمیده از ما دیدار شده بیدار در دل نمیده از ما دیدار بیدیرم خنجر زدن بر سینه‌ام جلو کردن مهین ما مهین تقدیر ما همینه چرا ای چرا چه دیوانه‌ای شده بیدار در دل شده بیدار در دل بیدیرم خنجر زدن بر سینه‌ام جدا کردن مهین ما مهینم تقدیر ما همینه چرا ای چرا چه دیوارانه بخشی حیات دارم شده بیدار در دل عزیزان دل و دیده خوش آمده به این درگاه خوش آمده که با ما همراهی نوروز خجسته قدمی هر یک شما نور دیده تاجستر باشد که در خاندان هر یک شما نوروز هر روز باشد نه امروز نه دیگر سال‌های که ما منتظر هستیم هر روز هر لحظه هر ثانیه
هر دقیقه هر یک ویژه زدن ها با نوروز باشیم. و همه شما پیش از همه تنی صحت، روزگاری خوش، دلی بیغم آرزومنده. بگذار چنانه که نوروز را دیدیم پیش هر یک قدم ما گلبانان شد، آرزوهای شما چنین شکوفند و تولیدگری آرزوهای دیگر باشند. من بسیار خرسند هستم که امروز با همه شما روبرو شدم. دیدار گرم تاجیکی را اینجا حس کردم، سخن گرم تاجیکی را دیدم، لباسها، گفتارها، خنده‌ها. باور کنید توی چند سال که اینجا هستم از هیچ چیز کمبودی نداریم، فقط از گفتار، فقط از دیدار چند تا محروم هستیم. و فکر می‌کنم که این روز بهترین روز بود. من بسیاری ها میشناسم بایدانم، اما چه بگم به شما، امروز با پرنورتر شده، بسیار شیرین سخن، شیرین گفتار، شیرین زبان، شیرین رفتار شده و بگذار که نوروز بار دیگر و همه شما خوشی و خوشگذاری دارد. ناوابسته از آن که چی مقصد دارد، که با کدام راه است، که از کجا و که به چی سر و کار دارد. بار دیگر، نور دیگر تاج سر، نوروز همه شما مبارک باشد. از پیران روزگار دیده یک دعا می‌خواهیم، از طفلکان بیگناه شوخی و سرور می‌خواهیم که با شوخی و سرور اینها دل ما زنده است و کوشش می‌کنیم تا حد امکان نوروز شما را امروز ما زیبا گردانیم. تا توان داریم در خدمت شما هستیم. نوروزتان مبارک. نوروز با ویژگی‌های خاص خود از دیگر جشن‌ها فرق می‌کند. یگانگی که در مراسم جشن‌ها پدیدار است و آن با باوری‌های مردم آمیخته است. جدا ناپذیر است و از دوران باستان تا کنون مردم تحت چتر حاکمیت‌های گوناگون و در شرایط و اوضاع اجتماعی و اقتصادی در کنار آن بودند. ای بال و پری آزاد، نوروز مبارک باد. ای صبح دلی آباد، نوروز مبارک باد. افسانه رنگین را، این هستی شیرین را، بر روی شما بگشاد، نوروز مبارک باد. حالا نوبت به صنعتکاران.
تشکر میکنم از بانی محترم. حالا سخن تبریکاتی به عضو پیمانی ملی تاجیکستان محترم شراف‌الدین گدایف داده می شود. درود و سلام حضرتون گرامی، مهمانان عالی‌قدر، هموطنان عزیز، قدوم نوروزی عالم‌افروز را به یکایک شما مبارکباد می‌گویم. فرا رسیدن سال نو، روزی نو و فرا رسیدن طبیعتی زیبا را از صمیم قلب به همه شما خیر مقدم میگویم، شادباش میگویم. در حقیقت در این روزی نوروز در تاریخی ملت ما، در فرهنگ ملت ما سالهاست که مردم ما این روز را قید میگیرند، جشن میگیرند و این روز نه بلکه به هم آوردن قلب‌ها، به هم آوردن مردم و طبیعت است. در این روز مردم جشن سال نو را پیشواز میگیرند و در این روز همه آن کینه و عداوت و خصومت ها یک طرف میگذارند، با هم میآیند، در کنار هم میایستند و این روز را با شادی و چهره های باز استقبال میکنند. بسیار خوب میشد که حکومتداران این روزن
آن کینه و عداوت خود را یک طرف می‌گذاشتند و ملت تاجیک را امروز که پراکنده بوده هستند با هم بیاوردند. همه ملت، همه مردم سرجم در وطن خود امروز را در پهلوی هم دیگر جشن گرفتند و در این روز ما برای وطنمان، برای عزیزانمان دردواری ها خواهیم، برای کشورمان پیشرفت، ترقیات و برای ملت تاجیک سربلندی بیرون از همه عذاب‌ها را آرزومند هستیم که همه ملت تاجیک سربلند و همیشه سرفراز باشد. و بار دیگر همه شما را به روز عید نوروز فراغتی سال نو تبریک میگویم و بردباری ها بریاکت شما آرزومند هستم. و همه آنهایی که در این تشکیل نمودن این جماعت در این روز عید را تشکیل کردند عرض و سپاس بی‌پایان میگویم و برای همه شما سربلندی و خانوادگی آرزومند هستم. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان پیروز باد. سربلند باشید. تشکر. تشکر میکنیم از سخنان صمیمی محترم شراف‌الدین گدایف. روز نوروز است، بلبل در چمن، از فراق برگ گل گوید سخن. هر سحر ما یاد یاران میکنیم، سینه را صد چاک سازیم در وطن. حالا سخن تبریکاتی به مهمان عالی قدر ما از دولت افغانستان استاد جان آقا جلالی. درود سلام خدمت تمام دو ملت با هم برادر، هم فرهنگ. جشن پرشکوه نوروزی را به دو ملت بزرگ تاجیکستان، افغانستان، ایران تبریک میگویم. امروز خوشحال هستیم که در بین برادرای تاجیکستانی ما هستیم و من تاجیک هستم، یک تاجیک افغانستانی. و روز برسه که ما مرزا را بشکافیم، هر جایی که فارسی زبان است، تاجیک است، به هم بس. غفلت ما نابودی ماست. ما باید بیدار باشیم. هر برنامه که داریم با هم رکن سه ملت بزرگ تاجیکستان، افغانستان، ایران با مشترکاً یک مشت قوی در هر گوشه دنیا ما میتونیم بسیار قوی عمل کنیم. تشکر میکنم از برادرای تاجیکستانی ما و برادرای که این برنامه را تدارک دیدن، زحمت کشیدن، دستایشان را میفشارم. جهان سپاس. تشکری از آدرس ملت از برادرای تاجیکستان، به رهبر کبیر، رهبر نهضت اسلامی جناب کبیر صاحب محترم، کامیابی و بهروزی و سرفرازی براتون خواهان هستیم. به خصوص که یک حزب مقتدر نهضت اسلامی، ما یک مجاهد در
کنار شخص کبیر صاحب مجاهد کبیر در کنارش هستیم تا شارک. درود بپایان به تمام ملت بزرگ تاجیکستان و افغانستان. سلام علیکم. استاد محترم، چخیلی که استاد علامه می‌فرماید گرچه هندو در عذوبت شکر است، لفظ گفتاری در این شیرین‌تر است. سپاس و درود از مهمانان عالی قدرمان. درود بر شما برادران افغانستانی و همچنین برادران تاجیک و خصوص از مهمان عالی قدرمان جناب جان آقا جلالی. گفت پیغمبر و اصحاب کبار، تن مپوشانید از باغی بهار. آنچه بر شاخی درختان میکند، بر تن و جان شما هم آن کند. اکنون سخن تبریکاتی نوبتی به مهمان عالی قلب از کشور میزبان آلمان برادر زنکا. ترجمان هم تشریف داریم. Hallo, sehr geehrte Damen und Herren. Salam alaikum, Baradan, Farid Aziz. Mein Name ist Sönke Köpp. Namen man Sönke Köpp und ich bin heute hier zu Besuch mit der Familie Nasmudino. من امروز این خانواده دوستم اینجا دعوت کردم. Uns verbindet eine lange Freundschaft zu Hause in derselben Stadt. ما در یک شهر زندگی میکنیم و یک دوستی دور دراز داریم. Unsere Familien kennen sich schon einige Jahre und es ist für mich eine große Ehre heute hier mit euch das Навруз feiern zu dürfen. ما چند سال شد میشناسم و برای من افتخار است که امروز اجازه دارم که اینجا خطی شما باشم. Außerdem ist es für mich eine gute Möglichkeit, auch mehr ihre Kultur herauszufinden. و غیر از این برای من یک فرصتی خوب است که این فرهنگ را آشنا بشم über die wir leider viel zu wenig wissen hier in Deutschland. یک فرهنگی که متاسفانه خیلی کم دربارش می‌دانیم در آلمان. Wir waren bereits auch schon in Wuppertal gewesen und haben auch zusammen getrauert. سالی پیش ما در وپرتال بودیم و در اونجا در ناراحتی تاجیکان با آنها بودیم. Daher kenne ich vielleicht einige aus Wuppertal, als wir zusammen gefeiert haben. بعضی های شما را در وپرتال دیدیم و همدیگر را میشناسیم. Dies soll allerdings ein Tag der Freude sein, weil wir gemeinsam den Frühling feiern. امروز یک روز خوشحالی خواهد بود برای یک جشنی ملی را جشن میگیریم. Auch wenn es vielleicht in Deutschland ein bisschen kalt ist im Frühling heute. در حالی که در آلمان حاضر یک کمی سرد است برای بهار. In dem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Fest und ein schönes Frühlingsfest. Dankeschön. برای تبریک میگم. اظهار تشکر میکنیم از مهمان و میزبان محترممان از شهر آلمان برادر زنکه. حالا سخن تبریکاتی بر روزنامه‌نگار ورزیده تاجیک استاد امرالله نظام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دوستان عزیز، استادان محترم و مهمانان گرامی، سلام کنم تمام مهمانان رو به اینجا محفل خیر مقدم میگم و این دیداره که این محفلی که همچون بهانه برای دیداری ما شد، این را هم به تمام تدارک‌دهندگان تشکر میگویم که زحمت کشیدن و این جشن را برگزار کردند. بهار و یا اینکه نوروز همان طوری که میبینید شکوفتنها فصل بیداری و فصلی از نو مقاومت کردن و از نو بیدار شدن، از نو مبارزه بردن برای یک زندگی نو، زندگی تازه و شرافتمندانه است. امیدوارم که ما هم در این بهار، طوری که از بهار گذشته تا این بهار ما چندین موفقیت ها داشتیم، ما گروهی کار کردیم، دسته جمعی کار کردیم، با دوستان کار کردیم، با مردم کار کردیم و حریف خودمان را در میدان سیاست و در میدان مبارزه های اطلاعاتی شکست دادیم، ایشان را به زانو شیناندیم و انشاءالله که امیدوارم از این بهار تا بهار آینده این حکومت ظالم و این آیله که تمام ما را در بدر کرده است، ملت ما را در بدر کرده است، مردم را مهاجر و ساکنان کشور را سرگردان کرده است، این آخرین بهار باشد که سر قدرت باشند و این هم آخرین بهار باشد که مردم ما سرسان و سرگردان و در نوروز آینده ما هممان سربلندانه و شرافتمندانه این سنه مبارک را در دوشنبه عزیز جشن بگیریم. باقی به همتان کامیابی و موفقیت ها آرزومندم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنیم از محترم امرالله نظام. اکنون نوبت به صنعتکاران.
برخیز گلا که نوبهار آمده است، با جامعه سبز و لاله‌زار آمده است. نوروز رسید و شام یلدا گذشت، صبحی طرب و فیض بهار آمده است. حالا سخن تبریکات داده می شود به شاعر شناخته ملت بختیار امینی. با عرض سلام و درود از یکی شما دوستان، نوروز را به یکی شما تبریک میگویم. سیر سالم و سربلند بودن دانش میخواهد و آموزش میخواهد و مبارزه میخواهد که بالای هر یک خودمان کار کنیم. یعنی با سیر سالم و سربلند بودن هر یک ما میتوانیم ملتمان را سیر سالم و سربلند کنیم تا کسی گفته نتواند که تو گشنه نیستی. سلامت باشید. باری دیگر نوروز مبارک. تشکر میکنم از شاعر ملت بختیار امینی. شاعرم در سینه ملت دل است، ملتی به شاعر انبار گل است. از چشم بینا بروز و افتخار دوستا یک کف کمی کنید. سخن تبریکاتی نوبتی به رئیس کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانی سیاسی در تاجیکستان. حاضرین محترم، بعضی از مهمانان گرامی خواهش میکنند از بابای فابسکان که یک چند اشعار نوروزی از خلیل الله خلیلی بخوانند. بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین گرامی، همدیاران عزیز، مهمانان عالی قدر، با استفاده از این روز یا گذار من را و فرارسی سال نو اجدادی و فرارسی بهار تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. از درگاه خدای منان برای همگان بهترین خوشی‌های حیات را خواهانم. خب چیزی که در اینجا ذکر کردم، برادران عزیز تاجیکی ما از کشور افغانستان حضور دارند و خواهش کردند که از اشعار نوروزی و استاد خلیل الله خلیلی شاعر تاجیک چند می‌خواهم که برایتان شعر نوروزی آوارگان استاد خلیل الله خلیلی را تقدیم کنم. گوید به نوروز که این سال نیاید، گوید به نوروز که این سال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. بلبل و چمن نغمه شادی نسرآید،
ماتم زدگان را لبی پرخنده نشاید. خون بیدمد از خاک شهیدان وطن وای. ای وای وطن وای. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، خون جگران را چه بیابان چه گلستان. در کشوری آتش زده در خونه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان. کس نیست که دوزد وطنی مرده کفن وای. ای وای وطن وای. از سینه هر سنگ تو خون میدمد امروز، از خاک تو مستی و جنون میدمد امروز. وان لاله چی دیده که نگون میدمد امروز، وان سبزه چرا زرد زبون میدمد امروز. سرخ است به خون پا و سر و سمن وای. ای وای وطن وای. ای برهنه پا سر و سرافراز توی تو، دشمن سکن و فاتح و سرباز توی تو، فرمانده این خواست توی تو. غیر از تو کسی نیست در این مرز کهن وای. ای وای وطن وای. بیشتاب که در بازوی تو فروی خدایی است، در گردش چشمان تو انوار الهی است. آیین تو فرماندهی و قلعت‌شاهی است، شمشیر تو روشنگری اسرار سمایی است. تاریخ تو ثبت است به هر دشت و دمن وای. ای وای وطن وای. جز لاله خونبار کی روید زی زمینه، جز لاله خونبار کی روید زی زمینه. کس نیست دهد گوش به فریاد حزینه، جز نام خدا نیست دیگر نقش نگینه. تاریخ زند بوسه عزت به جبینه، ای کار تو زینت اعصار و زمن وای. ای وای وطن وای. قرآن خدا را به تگی پاشنه سودند، با داس جفا تخم امیدی تو درودند. آمیخته با زر فضای تو نمودند، آثار گران قدر تو را جمله ربودند. بر پا و سری شیر ببستند رسن وای. بر پا و سری شیر ببستند رسن وای. ای وای وطن وای. نی تاج بکار آیدت امروز نه اورنگ، نی تاج بکار آیدت امروز نه اورنگ. نی صاحب سرمایه که با سود و گران سنگ، خون دل تو خوردن باسد حیله و نیرنگ. پس ایست که پیروز شود جز تو در این جنگ. ای بازوی رزمنده زنجیر شکن وای. ای وای وطن وای وطن وای وطن وای. یک شعر دیگه هم استاد خلیل الله خلیل دارد، بهار خون. وطن آمد بهار اما نبینم گل و دامانت. وطن آمد بهار اما نبینم گل و دامانت. نیاید نغمه شادی ز مرغان غزلخوانت، و جای موج خون می جوشد از انهار خندانت. و جای لاله روید داغ از طرف بیابانت. نسیم امروز با بلبل حدیثی مگر وقتی سحر بگذشت از خاک شهیدانت. چی شد که از پرتو خورشید بوی مرگ می آید، چی شد که از پرتو خورشید بوی مرگ می آید. یقین دانم تابنده به شهرستان ویرانت. گریه شعر می آید، گریه شعر می آید به جای نغمه مرغان. مگر آتش زده صیاد ظالم در نیستانت. وطن این امن ما، مادر ما، آشیان ما، بهاری آرزوی ما، بهشت جاودان ما. وطن آن ابر تیره در فضایت تو دعای کیست؟ در آن تابوت گلگون سر خد کچلای کیست؟ پیغام می رسد از دور اما کس نمی داند میان آتش و خود کودکان بیگناه کیست؟ در آن صحرا سیاه خیمه است یا آوارگان جمعند. بگویید ای مسلمانان که آن شهر سیاهی کیست؟ دل شب
شعله آتش فتد در سنگر دشمن و جز چشم مبارز آتشی خصم نگاهی کیست برهنه پای تاریخ آفرین داستان انگیز وطن غیر از سپاهی تو بگو دیگر سپاهی کیست وطن ای مادری ما مأمنی ما آشیانی ما تو ای سازنده فخر آفرین داستانی ما بهار آمد دلی سودن به شهر سوگواران کو به شهر سوگواران آفتاب گرم خندان کو به هر جا بگذری در گوش آید ناله ماتم که در ماتم سلا جز ناله های دردمندان کو به زندان دوش لیلی یا وطن میگو با حسرت به زندان دوش لیلی یا وطن میگو با حسرت چی شد مجنون من تا گویدم راهی بیابان کو وطن ای مادر ما مأمن ما آشیان ما مقام امن ما ناموسگاه جاودان ما بهار امسال می آید به چشم ما سراپا خون زمین خون آسمان خون اختران خون کوه و صحرا خون دریغ آگشته از دامان مادر تا به گلستان جگر خون سینه خون دل خون نگه خون چشم بینا خون مرا آن مادری فرزند مرده یاد می آید مرا آن مادری فرزند مرده یاد می آید درود بر مادری حاجی حلیم که در یک روز در یک ساعت 4 پسرش به شهادت رساندم مرا آن مادری فرزند مرده یاد می آید که می آید به چشمش در بهار امسال دنیا خون زند آن دختری به خانمان آتش به جان من زند آن دختری به خانمان آتش به جان ما گرامی باد به روح همه خواهران درود بر ظرفای رحمانی زند آن دختری به خانمان آتش به جان من که از هر چشمی رای جاری است همچون موج دریا خون وطن ای مادری ما مأمنی ما آشیان ما تو بشکستی ز پا و دست زنجیری گران ما زود شد برادران عزیز واقعا هم تشکر میکنم از استاد این سخنانی که الان داره میگه واقعا هم بر هر یکی ما تاثیر کرد و از یک برادر امیدوار هستم که حرکت خود را زیاد خواهند کرد چنانه که شاعر میفرماید شاه مست و شاه مست و میر مست مملکت رفته ز دست هر دم از دستان مستان فتنه و غوا و پاس کار تاجی با خداست در زمینی ما دیگر آزادی را جستن خطاست کار تاجی با خداست چون که آزادی در این کشور نماد از ریاست کار تاجی با خداست نیست اینجا از عدالت و حقیقت گفتگو کرده ام من جستجو از خدا حتی در اینجا قصه کردن نابجاست کار تاجی با خداست از گلو اینجا خدا آواز مردم میبرند ریعت را میدرند کار مانده اینجا کاری ملت مانده اینجا در گلی آوازه هاست کار تاجی با خداست کو دموکراسی بجز افلاس با نامی بشر ملت را کرده خر وای اینجا بیشه از بیشه‌زاری افریقاست کار تاجی با خداست هست اینجا 100,000 هست اینجا 100,000 کم بغل محتاج نان چون نگویم الامان سیر ناسیرم در این کشور رئیس و کت خداست کار تاجیک با خداست روسیه هندوستانی اصل نو بر تاجیک است تاجیک آنجا تاریک است دیدم آنجا خم فقط تاجیک اسیر و روسیه است کار تاجیک با خداست تاجیکستان نیست اینجا و بود بازار چین تاجیکستان نیست اینجا و بود بازار چین بعد از این
چینی در این کشور به تاجیک پادشاست، کار تاجیک با خداست. گر مرا بعدی همین گفتار تهدید کنند یا که تبعید کنند، گر مرا بعدی همین گفتار تهدید کنند یا که تبعید کنند، دان که اینجا حق تلاشان را زمینی شهداست، کار تاجیک با خداست. گفتم آره از حقیقت گفتم و از آنچه هست، گفتم آره از حقیقت گفتم و از آنچه هست، نیستم من مجنون و مست. تو بگو آخر چرا از درد گفتن نارواست، کار تاجیک با خداست. سلام شما. حالا سخن نوبتی به صنعتکاران داده بشود.
تشکر زیاد برادر عزیز. حالا سخن تبریکاتی و خاتمه هم گویم برای رئیس پیمان ملی تاجیکستان استاد محیدین کبیری. زمان خداوند بخشنده و مهربان، همگرانی عزیز، پیش از همه نوروز را به یکایک شما تبریک میگویم. به همه اهل تالار و مهمانانی که از دور و نزدیک آمدید، از سراسر اروپا، بخصوص به مهمانانی که از کشورهای یا به نمایندگی از کشورهای دوست، از آلمان، از افغانستان دوست و برادر و میبینم از کشورهای دیگر هم اینجا مهمانان هستند. ایشان را خیر مقدم میگویم و جشن خودشان و بخصوص تبریکات خود و یکایک شما را، اهل تالار را، به مردم شریف تاجیکستان و همزبانان و همفرهنگان ما در سراسر دنیا، چه در افغانستان و ایران و چه در سرزمین‌های دیگر که جشن نوروز برایشان ارزش دارد، با آنها میرسانم و تبریکات همه را و مردم عزیزمون که در داخل کشور هستند، بخصوص به برادران و خواهران زندانی همون که در این روزهای بهار و جشن متاسفانه و مظلومانه در پس پنجره‌های زندان هستند، از نام یکایک شما آنها را هم تبریک میگویم. و همه این مهاجرین تاجیک که در سراسر دنیا پهن و پریشانند، الان که توسط شبکه‌های اینترنتی این جشن را با ما و شما همراه پیشواز میگیرند، سلام و درود و تبریکات همون را با آنها میرسانیم. دوستان عزیز، همچنان که برخی از شرکت کنندگان گفتند که نوروز یک جشن طبیعت است، جشن بشریت است، جشن زندگی است و حیات است. نوروز هیچ ربط به قوم، به ملت، به انسان و به دین و به فرهنگ خاصی ندارد. نوروز جشن تمام عالم است. بعضی از دوستان، بعضی از برادران گاه ها اشتباهاً، گاه ها از روی کم خواندن نوروز را مربوط به دین خاص می‌دهند، به ملت یا قوم خاص می‌دهند. حتی بعضی از دوستان هم با فتوا و حکم‌هایشان برگزاری این جشن را ناروا می‌دانند. من از یکایک برادران و دوستان خواهش می‌کنم که معلومات بیشتر جستجو کنند، مطالعه بیشتر درباره تاریخ نوروز داشته باشند قبل از آن که حکم کنند، زیرا نوروز هیچ ربطی به ادیان، به دین‌های، به قوم یا ملت ندارد. این جشن طبیعت است، جشن بیداری است، بخصوص برای ملت تاجیک در طول تاریخش همیشه در بین مرگ و زندگی بود. همیشه نجات یافتن از دشواری ها را جشن می‌گرفت و نوروز هم در روز بهار این به معنای رهیدن از دشواری ها، از سردی ها و از تاریکی ها است. ملت تاجیک بار دیگر در طول تاریخ در این چند سال اخیر به یک تاریکی گرفتار شد و خدا کنه که این نوروز، این جشن آغاز یک بیداری دیگر باشد. اگرچه جشن نوروز جشن بیداری طبیعت است، ما دعا میکنیم که پروردگار این جشن را جشن بیداری ملت تاجیک بگرداند. چون نوروز جشن طبیعت است، ما باید حدالامکان
نکنیم، یاد از گذشتگان نکنیم، یاد از مشکلات و مصیبت ها نکنیم. خداوند ببخشد، جایش را جنت کند. مرگ نابهنگام یکی از مؤسسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حاجی قلندر صدرالدین در همین شب و روز راست آمد که این هم یکی از سنت‌های الهی است و این هم جزء طبیعتی است که پروردگار او را آفریده است. و در حق ایشان، در حق دیگر بزرگواران گذشتگان در این روز دعای خیر کنیم و همونطوری که از سنت‌های این جشن هست باید تمام کینه و قدرت را در همین روز در همین نه به زبان، نه به آن طوری که مردم عادت کردن در جلسه‌های رسمی یکدیگر را با دل صافی و دل پاکی دعوت کنند، بلکه پیش از همه نزد پروردگار، نزد ملت دلها را باید صاف کرد و نزد هر کدام از شهروندان ملت تاجیک. من وقتی که در این راه می آمدم با این جشنواره به ما خبر رسید که حتی در همین عرفه جشن هم بسیاری از فرزندان برومند این ملت دشواری دارند و دشواری‌های خود را به مردم ارائه کردند. چون نوروز یک جشن صمیمیت است، جشن دلشادی و همت بلندی هست. من باور دارم که مردم مهاجر ولی همت بلند تاجیک که از مرحله دشوار گذشت و امروز الحمدلله ما و شما در اروپا با یک مرحله تازه و بیداری رسیدن امکانیت را داریم، نباید فراموش کنیم که در همین لحظه ها یکی از فرزندان برومند ملت تاجیک هاشم گدا که بهترین نقشه ها را در فرهنگ و در تئاتر تاجیک آفریده است در این شب روز نوروزی دچار مشکلی باشد. من از همگان خواهش میکنم یک هدیه نوروزی به هاشم گدا همچون نماینده و رمز فرهنگ و تمدن تاجیکان و فارس زبانان که امروز تقریبا به سن 80 رسیده است ولی در حالت دشوار است، یک هدیه نوروزی از نام همه کرده باشیم که انشاءالله مقدارش رو بعدا اعلام خواهیم کرد. ولی من باور دارم که هر یک همت بلند تاجیک یک هدیه کوچک برای هاشم گدا خواهد داشت که در مجموع انشاءالله یک چیزی خوبه به دست خواهد آمد. بار دیگر دوستان عزیز یک و یک را تبریک میگم. بخصوص در آخر این جلسه میخواستم از میزبانان این جشنواره از ستادی که در نزد پیمان ملی تاجیکستان تشکیل کرده شد از رهبریت آن بخصوص از برادر عزیز و گرامی‌مان ابوبکر نوری و همه دستاندرکاران ستاد از نام شما تشکر می‌کنم. واقعا یک جشن طبیعی، جشن اول نوروزی تاجیکان را در هجرت سامان دادند که کاری آسان نبود. این را کسی میفهمد که خودش مسئول باشد و این جشن نشان داد که ملت تاجیک مثل مرغ سمندر است. دیگران میخواهند که ما را نابود کنند، آتش بزنند، بسوزانند، ولی مرغ سمندر از خاکستر باز زنده میشود. دیگران میخواستند که ما و شما تنها مهاجر باشیم. دیگران میخواستند ما و شما یک قسم در زندان باشد، یک قسم دیگر در هجرت باشد، یک قسم دیگر در مشکلات زندگی باشد. اما ملت تاجیک مثل همان مرغ سمندر باز از درون خاکستر زنده شد بارها در تاریخ و امروز ما بار دیگر زنده شوی نوی ملت تاجیک را دیده ایستادیم که شما توانستید یک گوشه تاجیکستان را، گوشه تمدن بزرگ فارس زبان را در اروپا از نو احیا کنید. همه شما را مبارکباد میگم برای این بیداری و اشیاء. سلامت باشید. روز نوروز است بلبل در چمن دارد فغان، گل تبسم میکند دایم به حال بلبلان.
نوروز آرام خاطرم را شاد کن، زان که تا نوروزی دیگر زنده موندن در گمان. تشکر میکنیم از دکتر محیدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان. مهمان عزیز، با همین جشن نوروزی ما به پایان میرسد. این بهاری نو زیبادی برگریز، هست برهانی وجودی رستخیز. دوستان عزیز، همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان باد. ای خداوندی زمین و آسمان، تا به نوروزی دیگر ما را رسان. دوستان مهمانان عالی قدر، چند مدت صبر کنید و از آنجا از طاق‌های ملی تاجیکی استفاده بکنید. Gracias.